اگر این کنده که قرمز شد دردش اکثرا آبشوییه، نمک شوریه. تا زمانی که این کنده سفید باشه چیزی به نام پسیلومایسیس به وجود نمیاد. وقتی شروع کرد کنده قرمز شدن، خب ضمن این که این مردخارا بالا میفهمن، یه سری قارچای مردخارن تو آفتاب بیشتر میان میزنن، شروع میکنه از اینجا سیاه سیاه عین سرطان میگیره میاد میره پایین تا اونجا سیاه میشه. اگر کنده سیاه شد حاجی، کنده سیاه شد طلا بریز پاش بر نمیگرد. و تا زمانی که قرمز است به دادش رسیدی درخت کندش سفید میشه. اگر سیاه شد دیگه طلا هم بریزی سفید نمیشه. واقعا اگر درخت آبشویی انجام بشه نمک خارج بشه هیچ دلیل نداره کنده قرمز و سیاه بشه. بعد میای شاخر اینجوری میکنی بو میکنی میبینی بوی چی میده؟ بوی سرکه میده. بوی سرکه میده. اینا همش مال آبشویی و شوری هست. ما میگیم یه دونه آب یا 30 سانت یا موجی که داره انجام میده، بیشتر دیگه نمیخواد. همه میشوره. فکر نکنید زمستون آب هرچی بدی خوبه، میشوره کودا رو. از دهن درخت خارج میشه. دهن گفتیم 1 متره، هرچی شما بشوری میره، به درد نمیخوره. زمستون یه آب 30 سانتی یا 2 تا آب 10 سانتی به فاصله 4 روز 5 روز. ببین آب اول میدیم، این اسید میاد چیکار میکنه؟ آهک رو حل میکنه، املا نمک هرچی املا مضر رو آماده میکنه، منافذ رو پر میکنه، اشباع میشه. 4 روز بعد که آب یه قطره از بالا اومد از پایینش نمک خارج میشه. برای اولین بار تو استان آبیاری موجی رو اینجا آموزش دادیم. آبیاری موجی یعنی آب اول رو با اسید سولفوریک میدیم و 4 روز 5 روز بعد آب دوم رو میدیم. آب اول میاد منافذ رو پر میکنه، اسید میاد یه مقدار آهک رو تبدیل میکنه به گچ، نمک ها رو حل میکنه، املا حل میکنه. آب دوم که ما 4 روز تا یه هفته بعدش میدیم، یه قطره که از بالا آب میره از پایین خارج میشه. آب اول با اسید سولفوریک، آب دوم اگر کشاورز بودجه داشته باشه با اسید هیومیک که کمک میکنه نمکشویی به خوبی انجام بشه و کاملا نمک ها از دسترس گیاه خارج بشه. موقعی که اسید استفاده میکنید میخوایم بریزیم داخل بشکه که شیر رو باز کنید تنظیم کنید، حتما از دستکش ضد اسید و عینک استفاده کنید که خدای نکرده اگر دست و چشم ریخت سوزندگی ایجاد نکنه.